فوتبال یعنی ما میتونیم بگیریم هم شوت بزنیم بچه. خب میریم دوباره با پرتغال و فکر کنم این چی بودش، با همین رنگ لباس میریم بچه ها. خب اولین شوت رو میخواد پرتغال بزن که گل. بچه ها ما پرتغالی میگیره یس. خب با پای همین چپ میزنیم، با پای چپ. با پای چپ همش خوب نمیزنم باز. آیا گل میشه یا نه؟ میره میدونه. خب با پای راست میزنیم یعنی وای آیا میگیریم یا نه؟ اینا که زمان گریم نزم خراب کردن اینا هم دوتا خراب کردن تا که آمدم بگم تا نشد میزنه توی دروازه. گل نبود، گل حساب بود یا نبود؟ نه گل حساب نکردم. اگه من بذارم تیمم گل بخوره. با پای راست میزنه توی دروازه. این اومده بود میزنم اینجا به عشقمتون. بچه حتما تو کامنت هم بزنیم کدوم ور بگیریم. الان من چپیا 2-1. بچه حالا میخوایم بریم بگیریم. اگه اینو نزدم برگشتن بچه ببین نره. ما الان میزنیم خونه، میخوایم بریم خونه. خب حالا میخوایم بریم بگیریم. خب کجایی باشه تیم پرتغال؟ ایران نداره نه دست بله. خب ما میایم این لیگ دست 3 یا چیه؟ خب میزنیم این یعنی چی؟ تیمتون انتخاب کن، تیم بالاترین نمره دیگه. خب بازیکناش اینه. اما داشتیم پرتغال بازی میکردیم بچه ها ما رونالدو رو ندیدیم. خب ما با این افتادیم 2-2. ما یکیم چرا پرستاره بودیم که با همین لباس. خب اولی رو ما میزنیم توی دروازه. با این حال از ما نیم ستاره بالاتر بودن. خب میخوایم بگیریم. گرفتیم. بچه لاک سابسکرایب فراموش نشه. این قلب قرمزی هم بزنید. بچه زنگوله پایین هم بزن که هم موقع ویدیو جدید بشه با خبر شدید. چه گلی بگیریم. اینم بگیر. وای 2-1. خراب نشه که خراب میشه. میگیره وای مساوی نشه. نه میره بیرون. من یکم با این تماشای چیز دارم بعدم میاد. خب گفتیم پنالتی حداقل میداشتیم بازی فوتبال هم میکردیم. وای گل خوردیم. نه گل نخورد. میزنیم بیرون میره. حالا این سری میریم راست میره بیرون. خب واسه آخری میریم پای راست. خب یکم نمایش رو بیاریم اینجا. از اینجا
گل گل 3-1 چه گلی. خب آیا اینو میگیریم یا نه؟ اصلا میره بیرون. 3-1 نتیجه. بچه من میتونم ویدیو دیگه لایک سابسکرایب کامل فراموش نشه. این زنگوله پایینم بزن که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یا خبر شدید.